حکایه نام دارد قهر پدر به دخترچه‌اش. یک مرد ماشین نو خریده است. صبح سحر از جایش خسته به نزد ماشین می رود و می بیند که در آن جای دخترچه خردسالش به در ماشین نوشتجاتی را نوشته ایستاده است. پدر این حالت رو دیده به قهر آمده به ضربه به انگشتان نازک دخترش میزند. در آن حالت غضب با چی میزند؟ او همین قدر با علم زده بود که دست دخترچه‌اش شکستنش را هم ندانسته بود. پس از فرامدن غضبش میبیند که دست دخترچه‌اش ورم است. ورم شده دخترچه‌اش را دیده در حال دخترش را گرفته به بیمارخانه میآورد. دکتران به پدر دخترچه میگویند که استخوان‌های دستش میده شده است. دیگر اینها را برقرار کردند هیچ ممکن نیست. بنابراین دستان دخترچه‌تان را میبریم. پدر باشد در این حالت دیگر هیچ چیز نمیگوید. پس از جراحی دخترش را به دیگر خانه میگذرانند و به پدرش میگویند که میتوانی بروی دخترت را ببینی. پدر به نزد دخترش در آمده دخترچه باشد با نگاه شیرینکش به پدرش گفت دادا جان، اگر انگشتانم باز سبزیده برایند دیگر به ماشینتان نمی نویسم. ای دل پدر علم گزد. او چی کردنش را نمی دانست. برای گرفتن علم به حولی بیمارخانه برآمده و ماشینش را لحت و کوب می کرد. لیکن دیگر چی علاج؟ ناگه به در ماشین چشمش می افتد که در ماشین چی نوشته از دخترچه‌اش که دادا جان، من شما را دوست می دارم.